I'm hoping that you do. سلام دوست من، حالت چطوره؟ منم خوبم، من عالیم. ریگلاژ داریم میریم سفر. بپوش، مقصدمون جزیره قشم این بار. مثل من هودی نپوشی تو این گرما، لباس نازک بردار. شوخی میکنم، واقعا این مسیر سیرجان تا بندر عباس برفه. الان نشونت میدم. در واقع میخوام فقط نشون بدم، نمیخوام بگم چی میخوریم، کجا میریم، چی کار میکنیم. ولی یه هدف داریم، باید بهترین بازیکن قشم رو پیدا کنیم و ببینیم همونقدر که ازش تعریف میکنن خوب هست یا نه. پس یک محتوای فوق‌العاده بسکتبالی در انتظارته. برو بریم. باورم نمیشه انگاری گل گرفت یه آتیشی تومون برید چربش کنید. اومد یحیی کلاس قافیه است، بشینید نمونید سرپا. من دیگه شورشو در آوردم. اوه وای وای خیلی ریزه. وای وای حالا بیا حالا اوه چقدر دنجرسه اینجا. قندیل اینو میخوام کنم تو چشه اسرار. دیگه باید برم. درست چی بود؟ چی؟ گوست فیس. دیگه باید لو فید بشیدیم. ایک اونه کف بزنم. الان فیلمه یا عکسه؟ نمیتونی زور بزن. برادر من. فیک تاکسی. آره فیک تاکسی. How are you? آریان حواس ماشی باشه نخوری بهش. آره غم او وایس اسپانسر. میخوام آقای چی میگن؟ آقای اوجه میشین کیه؟ کپیتان. آقای کپیتال. انگاری که از کوه اومده. یه عکسم بگیرم. آره می‌دونی زیپ خالی هست هر زمان. راست میگی. زیر پام خالیه. یا که زیرش این خالیه. ببین البته مرجان و سنگه، یعنی اینجوری هم نیست که بپری بره پایین. راستی هست، اونجوری هست. نکن اینا جلو هم قبلا مثل این بودن. حتی من ریسک نمی کنم. No risk no problem. من این خرچنگ پیدا کنم دیگه میریم. حالا چیزای قشنگی اینجا هست. What the fuck is going on؟ دریاته مثل این نگاه کن. این چیه؟ این پر داره توش. طرح چی؟ شبیه چیزهای باستانیه. مثل چی؟
داره کار درستیه من تو ولاگای بسکتی اینقدر از طبیعت نشون میدم. میخوری اینو ولاگ کنی خرچنگ دیدیم نه الان قایم شده احتمال زیاد. اینجا دیدمش اینجاست. نگاهی قایم کرد قاضی تو اینجا تو نمیدونم بابا نگاهش کن. ترسیدم. بده خودت تو نگاه بغل میده. نگاه گارد گرفته. دفاع میکنم با گارد بسته از جونم. چقدر بامزه. با کارت دست زنجونم. بی خدا ما با تو کاری نداریم. حواسشم به ما هست. پایین برعکس میره. وای خداحافظ خرچنگی. خب داریم به قسمت جدی ولاگ نزدیک میشیم. درست بعد از یک طبیعت گردی بکر و یک غذای دریایی ترش که در ادامه تجربه میکنیم، به شیکترین سالن قش میریم و در شلوغ ترین سانس دنبال تکنیکی ترین بازیکن میگردیم. hadi gidelim. یه غذای سی فود میزنیم. غذا چی میخوای سفارش بیاری داداش؟ سی فود. تو من نگفتیم به من پولم بدم من تحقیق نمی‌کنم. راست میگی من الان اینو چیز میکنم. خیلی مانیتایز داره 100% 100%. با 200 تا صاحب 100% 270 تا شیر. این مراتب البته جان این قلیه ماهیه. اون چیه زرش پلو با ما؟ بعد شما چیه؟ گوگلی. چی؟ گوگلی. بعد شما چیه؟ من می‌خوری؟ ماهی تا استرالیان پولاب، 30 تا لانچ پرشی، 40 تا پوشاپ. امروزم به آخر رسید. احتمالا شما بعد از این ویدیو یه ویدیوی بسکتبالی میبینید. اکثر ولاگای من با ورزش شروع میشه یا وارماپ. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. پیس. یکی رو پیدا کرده بودم که حتی شرطی بازی کنیم. قرار هم گذاشتیم داخل زمین استریت، ولی متاسفانه خوب پیش نرفت. دوستان ما بازیمون به اتمام رسید. رفیق من چون از سربازی اومده تمرین نداشته، بدنش کاندیشن نداره و حالش خوب نیست. داداش تا همینجا که من متوجه شدم که تو واقعا کار درسته، هم منتالی هم روحی. خب دوستان همونطور که دیدین دوستمون حالش بد شد تو بازی دیگه. اومدیم یه باشو که با یه نفر دیگه بازی کنیم. توکل به خدا بریم ببینیم کی میتونم با کی بازی کنم. اسم و قد و وزن و سن تو میگه یه معرفی کوچیک بلند نکنید. یا زاهدی متولد 87 قدم 180. مرسی. سابقه ورزشی چجوریه؟ در حال حاضر لیگ کشور بود. نه بازیکن خوب پیدا کردم. متاسفانه من شارژ میکروفونم تموم شد و اگه تو بازی صحبت کنم شما متوجه نمیشید. خیلی عذرخواهی میکنم. فقط پس از خود بازی لذت ببرید و ممنون.
آره این هم درست. شاکرم. شاکرم. خسته کننده است البته. الان تمامش میکنم.